باده میشه عوضش کنی؟ نمیشه؟ کلا فاطمه هر چیزی که به پول ربطی نداشته باشه رو انجام نمیده. دست مامانشه. دارم فیلم بازی میکنن اینا عوامل فیلم برداری. مادر تو تعارف نشی یا تو تعارف نشی. رفتم پیش یکی دیگه ناخونم درست کردم، هم از تو خوش اخلاق‌تر بود و هم کارش از تو بهتر بود. خاله تموم شد. واقعا؟ آره. خدا بچه هایم نخنده. سلام علیکم، چطورین؟ آقا من امروز میخوام مامانم واسه اولین بار ببرم پیش دوستم سودا که ناخونکاره. ویدیو قبلی هم دوتای قبلی گذاشتمش، اگه ندیدون رو بریم ببینین، حتما خیلی باحال و خنده داره. میخوام ببرم که واسه اولین بار ناخوناشو ژلیش انجام بده. و اینکه مامانم یه آدم خیلی فانیه که سبک دقیقا مهران مدیری، یه چیزایی رو میگه ولی خودش نمیخنده. سوم که بیش از حد آدم فانیه. حالا این دوتا قراره با هم دیگه یه برخورد داشته باشن. از قبل همون میشناسن ولی توی این اتفاقای ژلیش ناخون مطمئنم قراره خیلی با هم دیگه بخندیم. پس حتما این ویدیو رو تا آخر نگاه کنید. یه سری جاها رو اگر چیزی رو متوجه نشدید من زیرنویس میزنم، به همه چیز دقت کنید. بله امپراتور، بله حتما. فاطمه نظرتو بگو. این بازم این؟ بازم نه این؟ مامانت اونو دوست داره چون شاینش بیشتره. دیگه هر من اینو بیا همونو بزنم. بزن خاله. بزن یه ذره یه بار دیگه نگاه کن. فاطمه تو خودت با دقت ببین، من چشم نمیبینه. این بازم این؟ اونو بزن. نه اون کتیه. کتی؟ خیلی هم قشنگه خاله، ولش کن. کتی؟ هر یعنی کدوم چی؟ دوست داری بزن. A few moments later. سخته انتخاب. هر کدوم دوست داری مادر، میتونی با هر کدوم که حال میکنی. سفتا در اختیار توه. حرفشو بکن. بابا نمونه ترسون. مادر میخوای بری شب فکر کنی فردا بری بزنی؟ کدوم عزیزم؟ من میگم اینو برای اولین بار بزنی بهتر. خب بزن همون بزن. مطمئنی دوست داری؟ آره دوست مادر تو تعارف نشی یا تو تعارف نشی. فاطمه بچه خسته است. نه بابا هر کدومو دوست داری بزن. نه همون خوبه. مطمئنی؟ آره. خیلی خوب. همه‌شو دوست دارم، نمیشه که همه‌شو بزنی، بالاخره دونه دونه. از این خسته شدم دوباره بیام. یعنی بازم میخوای بیای؟ آره. بزن حالا اینو ببینم دوستام چی میگن. تازه ناخوناتو نگیری این لبمو ژل بزنی. دانشگاه قدیمی همه کار میکردن. فقط ناخون رو گند بزنه نه چیزی دیگه. حالا به نظرت من لبمو ژل بزنم؟ آره. سودا بیشتر نیاز داره. چرا؟ بده لبتو ببینم. نه خودت چرا لبتو ژل نزدی؟ من واسه خودم جایزه گذاشتم. چه جایزه‌ای؟ این که لاغر بشم ژل بزنم که الان دارم میرم باشگاه. 4 کیلو هم کم کردم. آفرین. بعد بیام تا باشگاه قیمتش چقدره هر 12 جلسه؟ مال من نیمه خصوصی 3 تومن. 3 تومن؟ آره. مربی هم میدن؟ آره دیگه این مربیه اصلا رو دستش نیست. ساعت چند تا؟ من با 6 جلسه هر کی نگاه میکنه میگه چقدر لاغر شدی. 6 جلسه هنوز رفتم پیشش. بدنسازی میری یا چی؟ بدنسازی. یا لاغری؟ بدنسازی. آره. مادر همه رشته ها بدنسازیه دیگه. مادرشو در بیار. خاله فاطمه رو با خودت ببر، برای روحیش خوبه. نه خاله یه بار با هم رفتیم باشگاه، من بدبخت میخواستم لاغر شم، این آشغال میخواست چاق بشه. من میمونم سالاد میخوردم، این بستنی و ماکارونی و پیتزا و این من سالاد میخورم با فیله، این جلو ماکارونی و پیتزا و بستنی میخورد. هیچی دیگه هم بیشتر چاق شدم تا این.
1 2 3 4 تشکر. حالا بیا یه بازی کنیم. چه بازی؟ جفتمون به یه حسم میگه چرا زودتر نیومدم. بازی چه به بازی؟ جفتمون به یک کلمه فکر کنیم، خب بعد سریع بگیمش با هم دیگه. 1 2 3 که گفتم بگیم، بعد ببینیم بین کلمه من و شما وجه اشتراکش چیه، چی مثلا به جفتش میخوره. دوباره فکر کنیم، دوباره بگیم، انقدر بگیم تا به یک کلمه ثابت برسیم. برو خود. من که متوجه نشدم ولی خوب شد. خب ببین الان تو ذهنت به هر چیزی، ماشین، پول، نمیدونم چراغ، کتاب، درخت، به هر چی که میاد تو ذهنت یک کلمه. اینو از دستگاه اول فکر کن. منم فکر میکنم 1 2 3 که گفتم بگیم با همون کلمه رو. خب 1 2 3 لاک. گنجیشک. گنجیشک لاک. حالا بین گنجیشک و لاک خب یه وجه اشتراک باید پیدا کنیم و بگیم. هر موقع آماده بودی بگو که 1 2 3 رو بگم. هیچ وجه اشتراکی نداره. چرا بابا؟ گنجیشک لاک. خیلی واضحه، ما در فکر کن. بریم. ناخون. آره گفتم نه من میگفتی. یک دو سه رو اشکال نداره. 1 دو. بگو 1 2 3 رنگ. ناخون. آها رنگ و ناخون. 1 2 3 زرد. ساعت. ناخون و رنگ. آها ببخشید حواسم پرت شد. بعد ساعت چرا تو به گنجش؟ حالا بعدی خب حالا از اول یه بار دیگه. خب بریم. 1 2 3 پول. پول. باور یا خدا. کن. میگن تلپاتی ذهنی. آره. چون باید زیاد فکر کنه بعدش میومد. آره. کلا فاطمه هر چیزی که به پول ربطی نداشته باشه رو انجام نمیده. دست مامانشه. یه قسمتش به مامانش رفته. قشنگترین خاطراتم میدونی چیه؟ چیه؟ لحظه‌ای که بود که فاطمه به دنیا اومد. 2 تا علنگوی طلا انداختم تو دست. خیلی حال داد. آشغال انداخت تو دست. آها فکر کنم اشتباهی می‌خواست دست خودش بندازه. بعد دیگه برات بگم اونجا که یه سکه بهش دادم. سکه طلا. باشه ما حالا هر چی دادیم. یعنی همه دارید میبینید دیگه گایز. از کارت بگو. بینی میخوره. باید چیکار کنم؟ با کف دستت. با اینجا نمیشه. آره چرا میشه. اصلا عدسه بزن. قشنگترین خاطرات کاری. بعضی وقتا تو هم میتونی اینجوری کنی خاله؟ نه ببینم منو ببینید انجام بدین. نمیتونم. خب. بعضی وقتا تو همون یه دفعه قهقهه میزنم. فاطمه میگه چتی؟ یاد یه هر چیز آها کاری میفته. خیلی اتفاقات خنده‌دار تو کار من زیاده. تو کار ما هم خیلی زیاده خاله. شما اول یه موردشو بگو. یه مشتری ساعت 11 صبح به هم زنگ زد. بعد من تو باشگاه بودم، صداش درست نمی اومد. صدای ضبط و آهنگ و فلان اینجوری چیزا بودم، صداش درست نمی اومد. بعد براش پیام دادم که جانم عزیزم بفرمایید. مشتری تقریبا میشه گفت ثابت من بود. 5 6 بار بود اومده بود پیشم. بعد دیگه هیچی، گفتم جانم بفرمایید. یه وقت می‌خواستم. سلام عزیزم یه وقت می‌خواستم. بعد دیگه من اومدم سالن و دیگه نشستم پای کار. من کلا پای کار میرم اصلا سمت گوشی نمیرم اصلا. مخصوصا که جدیدن وقت دارم تون دارم میدم که دیگه واقعا وقت نمیکنم سر گوش. من وقت نمیکنم نهار بخورم. مثلا الان فاطمه دید تازه یه دونه ساندویچ گرفتم خوردم از صبح تا حالا. دیگه هیچی. دیگه نرفتم پای گوشی و اینا. دیدم ساعت 5 بعد از ظهر دیدم همینجوری رگباری داره واسم اس ام اس میاد. وا کردم گوشی دیدم نوشته که
مرسی از اینکه جوابمو ندادی و باعث شدی بفهمم بهتر از تو هم هست. رفتم پیش یکی دیگه ناخونم درست کردم، هم از تو خوش اخلاق‌تر بود و هم کارش از تو بهتر بود. ممنون بابت لحظات خوبی که برام ساختی. خدا نگهدار. بیشور. هرس در آورد. ببین اصلا داشتم قهقهه میزدم. من حسین تا حالا اینجوری با هم احساساتی صحبت نکرده که این صحبت کرده بود. اصلا یه چیزی بهتر از تو هم هست. تو نباشی دوستام اصلا. به خدا این مثلا یکی از خاطرات خنده دارم بود که همین 3-4 روز پیش اتفاق افتاد و واقعا نمیدونستم جوابش چی بدم. بعد براش نوشتم که آره قربونت عزیزم، فقط این که من خیلی سرم شلوغه، وقت نمیکنم به 100 تا کاری یهو برسم و ربات نیستم. بعد رباتو با ته دسته‌دار نوشته بودم. ربات کریم بود. بعد دیگه اونم فقط برام ربات درست رو فرستاد. اونم خیلی بوده. کینه کرده بود. چه خوشی. خاله این خیلی بچگونه است نه؟ بچگونه. چرا من اینو انتخاب کردم؟ چرا به من نگفتی؟ خاله قشنگه. دختر 3-4 ساله. اصلا کاش سن نمیزد کنارش نه؟ نمیشه. بده خاله. من رفتم بازدید بدم با مشتریام. یه دفعه دیدم یه پسره با لباس شخصی با صدای بلند میگفت اینجا دزد اومده، مامورا رو بفرستین. بعد منم نگاش کردم گفتم مشتریای منو میخوای بپرونی آخه عوضی؟ اونم به من نگاه کرد گفت خانم برو رد کارت. کلکو دیگه قدیمی شده. مشتری من پسندید بیانش هم گرفتم. نگو این واقعا پلیسه. دیدم کارتشو در آورد گفتم کارت تقلبی به من نشون میده. کارتو خواستم از دستش بگیرم دیدم با این شست دستش صفر گرفته بودش. میگم خانم نکن. یه دفعه دیدم یا ابوالفضل این مأمور پلیس واقعا، همکاراشون بر بودن. خلاصه به مشتریام گفتم میخواد شما رو بپرونه ها. جالبش این بود مشتری میگفت زنگ بزنم 110 بیاد سراغه. یارو میگفت چه گیری اومد. گفتم چون ما زنیم داریم کار میکنیم شما زورتون میاد. آره داریم مشتری خودتو بخوابونیم. خانم مشتری چیه؟ گفت یه لحظه اونجا رو نگاه کردم دیدم یا ابوالفضل دزده رفته اون روبرو در رو از ریشه کنده داشتن لولاشو جوش میکرده. مشتری چی شد؟ میگفت دارم فیلم بازی میکنم اینا عوامل فیلم برداری. جناب سروان ولوکوی وقت شو کمینم نشستم لب دیوار عشقمونو ببینم. نشسته روی دیوار. تمام شد؟ تمام. اونم در خاله تمام شد. واقعا؟ آره. خدا بچه هایم نخندن. خاله به خدا این مال 4 ساله That was moment that he lived. He fucked up. جان انگلیسی هم زدی؟ خوش دادی؟ اینجوری بگیر اینجوری از دور من ببینم. واو جورجس بیوتیفول. ببینم مادر ببینم. به تو رو خدا خاله من دستم سبکه فردا 3 تا قرارداد مینویسی. خدایی به خدا دستم انقدر سبکه که حد نداره. به عنوان اولین تجربت فوق‌العاده است. دوستش داری؟ فاطمه نخندن بچه ها خیلی مسخره میکنن. هر کی بخنده باید به خودش بخنده. خدایی خاله میشه عوضش کنی؟ نمیشه؟
هیچ راهی نداره. خاله قشنگه که بذار چرا خاموش ببینه. چرا خاموش؟ نگاه کن. راست میگی. چرا خاموش؟ نه دمت گرم. چرا خاموش بهتر شد. خاله چقدر قشنگه. نه خاله اون چراغ بد. چراغ بده بابا، بیش صاحب کثافت. همون شاینی که دوست داشتی. به به خاله حواست به کلاغا باشه. ممنونم عزیزم. کلاغا چرا؟ عاشق شاینم. راست میگی؟ به خدا. خاله دمت گرم. خاله قشنگه. دفعه بعد اومدم چی برام میزنی؟ چی دوست داری؟ عشقم. بخواد دفعه قرمز بعد میشه برات بزنم. چند وقت دیگه؟ یک سال. نه. چی؟ یه 3 هفته 1 ماه. 3 هفته. خاله بده صورت قشنگ تو ببوسم. آخ قربونت برم. آخ قربونت برم. فداچم. اصلا مبارکت باشه. دستت اینجوری بیار جلو دوربین. اینجوری؟ نه بیار جلو این. اینجوری؟ آره. خیلی کوتاه نیست. ناخن مادر خودم. اولین بار ناخونت بلند میشه قشنگ میشه. عزیزم.